الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهديناه النجدين. بسیار خوشحال هستم که در خدمت مردم شریف رمین و اطراف هستم و ی الله سبحانه و تعالی فضلت که ما مروچی ما به ما قسمتی کو که ما شما خدمت بیاییم و در این نماز جمعه زیبا و با شکوه شرکت بکنیم. من براتان واجه شرعی خبر کو شرعی توضیح داد درباره میلاد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و من سعی کنم در همه زمینه در همه موضوع ادامه بدم و واجه خبران زیبای خبرتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای هدایت بشری به دنیایت و آخرین پیامبرت و بعدش آیه دیگه دنیا خیر القرون رد کن تو رو وارد شر القرون بی. یعنی چی؟ یعنی ایشی که دنیا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایند بهترین زمانه من زمانه ثم الذین اپا گوشی بعد از من همار زمانه که نزدیکترین به منه رنجا نزدیکترین به آیا 2-3 قرن اینا میگه رنده گوشیده که زمانه ارزم به تو دو مبارک مردم دیگه آچ شرین خوبی زمانه داری ها مردم مروچی شما بچاره براتان قتل چی چو باز بودن مروچی شما بچاره گروگانگیری پدیده شوم گروگانگیری این مدنی شهران توکا چی چو باز بودن وفای به عهد طرف قول دن طرف عهد کن عهد چیره جن قوله پروشی دروگ بندی طرف مثلا ارزم بودور شما یه خبری کنگه چه 100 خبر 80 خبری دروگم یہ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمایینی که یہ دروغ در شان یک مسلمانه الا لعنت الله علی الکاذبین مروچی میں بازاران تو که چی چو دروغ باز ہوتا مسلمان چی چو دروغ بندی شما بجا سبحان الله الله نجات بدن. یہ ہما رسول الله صلی الله علیه و سلم خبره که گوشیته که شما چه زمان من که جدا ببید شما وارد شر القرون بید بدترین شما زمان وارد بین طلاق باز بوده زندگی تو که مرد و جن هم دیگر تحمل نکنن جدایی باز بوده مروچ دادگاهان تو که پر جنینا روت مردا مهری اجرایلا رو شکایت کنن جن و مرد هم دیگر تحمل نکنن وامداری باز بوده طرف پولا به هر کس بدهیه آی بری نگردینی وسیله به هر کس وامی بدهیه آی پولا بر نگردینی براتان یہ وارد شر القرون بوده چه رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چی مشو دور ببه بدتر بید زمانم و انتر الحفاء و در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گوشید که و انتر الحفاة العراة العالة رعاء اشیاء تتاولون فی البنیان همه چوپانا همه کسانی که اشتر چرایند و بوزش شریعت به بیابانا آیان گنده مزنی ساختمان بنده مروچ گنده عربی ملکان مشمه ملکان کسانی که در گذشته هیچ چیزش نبوده مروچ برج بنده عربان چی بوده دبایی بره برجان حساب نبا این تمام اشتر چرام بوده این تمام اردم گوسفند چرام بوده ولی مروچ برج های بنده که سبحان الله که اثری به ابران تو که و جنینان گوشی بیهجاب بند چنان بیهجاب بند پوچش گورن پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشتی ولی اوریانا لوختان پوچش گورن بله پوچش هنچن گوی اصلا پوچش گورانی پوچش بدن چسبتا و داخلی جایته بدن جایته
پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرماینی یه شر القرونه، یه آخر الزمان علامته که انسان به آخر الزمان رسید. و عرضم به حضور مبارک شما امانت غنیمت زانه، یکی دست امانت ده پولی وش شبدار برات من مرتم دی من خانواده، شبدار من رو زندان دریم به من تحویل ده، شبدار من بالاخره رو حجه برگردم. هیچ امانت مردم غنیمت زانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرماینی یعنی چی؟ یعنی تا یکی دسته یک چیزی امانت بده ای استفاده ای کن، بی اجازه استفاده ای کن، وارتی ای غنیمت زنگوشی عجب چیزی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جز کو گوشی در آزمان بهترین کس کی گوشی من احیا سنتی عند فساد امتی فله اجر مثل 100 شهید. هر کسی در آن زمان آخر زمان که هنوگه ما شاهد یہ علامت ها هسته منی سنت زندگی بکن، من پیامبر اکرم سنتا راه و روش زندگی بکن، آی 100 شهید ثواب رسید. شهید بیچاره رو جنگا سختی کشی، شمشیر و زخمی بی، تونیگ بی، شدیگ بی، کشته بی، تونکا شدیگکا کشته بی، آ شهید 100 نفر با هم جمع ما یک سنت بایی رسن. سبحان الله. مسواک مثلا ما بیایم بجنه، ما سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما بیایم و زندگی اجرا بکنه. بانه گوگل بچاره هوش مصنوعی جز کنه پیامبر سنت چی هم بره بچاره بانه اجرا بکنه زندگی ها. مگه ما نلوٹه 100 شهید ثواب ما را برسید؟ لوٹه هر یک که من شما لوٹه که ما 100 شهید ثواب ما را برسید. و عایشی که ارزم بزرگ مبارک شما ما سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی بیاره. اگر ما سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی زندگی تو که بیاره اشیا مطمئن به ما پیروز به، ما در مقابل کفار سجده نکنه، ما در مقابل کفار سر تعظیم فرو نبره، در مقابل کافران ما قوی تر بیم. کشورهای عربی بچاره در مقابل کافران سر خمه، پولش ثروتش سگ بازه، ولی گنده مسلمان در مقابل امریکا و در مقابل کافران اسرائیل سرش جاله. نه، سر باید بلند بید در مقابل کفر، در مقابل شرک باید مسلمان سر برز بی. چه زمانی بی که سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما وقت زندگی تو کم بره. قدیم و پیری مردم امامه اجد پاگش بس سگ زیباد هنو سنت پیری نه ویلی کده پاگا درکنن. قدیم بیات بلوچستان همه عکس هست مسجدان جلسه میگه پیری نه 100 نفر هر صدینا پاک بستن. یک سنت مثلا امامه که امامه مسواک کجه هنو پاکن جیبا بگرده، مسواک نی، مسواک چوبی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. مسواک ویل بودتا متاسفانه. و عرضم به حضور شما سرومک ویل بودتا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چند سرومک کتن و سرومک ویل بودتا. حالا سرومک مردینی یا تا قهوه‌ای اسموده گوشن سگ په چند فایده مرو چکنده یک دنتانی من شما عمل کنه 15 میلیون عصب کشی و روکش یعنی 15 میلیون، ولی مسواک قیمت 100,000 تومنه. ما اگر هر روز مسواک بجنه، هر شب مسواک بجنه میدانتانا هیچ با نیاز به عمل نیست. مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه که قبلا امام جمعه زاهدان تو رهبر اهل سنت مولانا می پیروک بی الله جای جنت کن دعا کنید. مولانا عبدالعزیز وقت وفات بود در سن تقریبا 85-90 سالگی دنتانی برق جد، دنتان یک دانه خراب نبود 90 سالت. گوشت تی راز موفقیت چیه که دنتان خراب نبن؟ گوشتی که من راز موفقیت چیه؟ من مسواک ویل نکته، هیچ با من مسواک ویل نکته. در سرما، در گرما، در جنگ، در آرامش من مسواک ویل نکته. مروچی من دنتانه گنده سالمه. یه مسواک خمیر دندان شیه شهر مردم بجن. لذا مطلب شیه که نماز جماعت بیان جوان مروچی چه نماز جماعت بدوره. نماز جماعت سنت معکده، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تأکید که حتما نماز شما بیاین مسجد بانید 5 وقتا معکده نمیشی. و هر کسی همسایه مسجد لوگا آی نماز جایز نه، یعنی تو گوشتی که لی سلام صلات
لا صلاة لجار المسجد، همسایه مسجد نماز نیست، باید به مسجد 5 وقت نماز بانی. یکی سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همشین براتان. پس ما باید عرضم به حضور شما نمازان وقتی مسجد بیان، جوان توجه کنن، نماز صبح خلوت شما لوټه الله شما رو روزی بدن، روزی نماز صبح. شما وقتی نماز صبح موانع شما روزی تو کان شکست واره، کاربار شکست واره شما. و عرضم به حضور شما بهترین وقت که روزی تقسیم بید از نماز صبح تا اشراق، تا وقتی روز داره گر خواهی سحرخیز باش تا کامروا شوی. سعدی گوشی اگر تو سحرخیز ببه، اگر تو نماز صبح پاد بیایه و نماز صبح بانه تا طلوع خورشید بننده تا کامروا به برکت همین موقع. اللهم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایند که خدایا در صبحگاهان امت من برکت بیاور. دعای کو گوشی صبحگاه هر کس کاری شروع که صبح یا الله برکت بیاره کارا. ما لوٹه میں کار تو که برکت بی، ما سحرخیز بی، شپه وابا ما غنیمت بزانه. صبح واب براسان، صبح واب نه زهر ماری آفتی. خیلی چی جوان این مناطق چابهار و هومه و خصوصا اینده گشتن پاکی جاها شپا متاسفانه آگاه. شب آگاهی براتم انسان پیر کن، انسان فرسوده کن، چون ما برخلاف سرشت و طبیعتی که الله اشتا، ما برخلاف آیی حرکت کنه، ما برخلاف جریان آب حرکت بکنه و شپا آگاه ببین، روچا وا ببین، ما آخرش روزی ہیں کپه. ما میں جنچوک زهر گرم انسرا بره نان در بیاره، بره پول در بیاره، ما صبح وامه ساعت 11 12 یک وامه براتان. پس تلاش بکنه جوان، تلاش بکنه برای روزیا. جوان صبح زود پاد بیایا و کار بکنه و برای نماز جماعت آمتی وقت بلنا، نماز جماعت اهمیت بدیا و تمام علماء بزرگ، تمام علماء ربانی و حقانی حاضر بودن کشته بمیرن بله نماز جماعتش ترک نکنن. نماز جمعه گوشته که 2 بار یکیمه کافری رسول حدیث یاتا. نماز جمعه اهمیت بدن براتم. پس وقتم رو به پایانه، من نلوشم وقت باز بگم مروچی. پس ما برای مروچی عهد بکنه هر یکی چما ما یک سنت پیامبر در روچی اجرا بکنیم. ما چه مروچ سنتا حساب بکنه تک اگر ما یه جای زندگی شکست وارتا مشکل هم مطمئن تا سنت ویل کتن. اگر ما سنت جنگ صحابه پیروز نبودن، سنت زندگیش کو پیروز بودن، گوشت ما سنت فوت بودن. ما چه مروچ بیچاره اگر ما زندگی ما شکستی ها، بنبستی ها، دردسری ها، مریضی ها، شما سنت زندگی بکنه ان شاء الله الله تعالی مریضی زوری و مشکل زوری و در بسته پچکن الله به برکت سنت پیامبر اکرم. این چه زیبا سنت های پیامبر اکرم، این چه زیبایا که نور یارن، انفجار نور یارن در من زندگی برکت یارن. مرا چه موبایلیت بیچاره، موبایلان گوگل بیچاره، هوش مصنوعی بیچاره، جز کنه سنت های پیامبر برام نام ببر. سنت ها وقتی زندگی بیاره. وقتی ما سنت پیامبر امت محمد ویل کو شکستی و لذا دعا کنه براتان دوستان. ما اولا شیخ الاسلام حفظه الله سلام به شما رسینم، سلامی رسین اهل رمین و فرمایش کن من آرزویشیم به زودی من انشاءالله بتوانم رمین بیایم و مردمان ملاقات بکنم و عرض در خدمت شما مردمان ببون و من واجب حفظه الله فرمایش کنم من شما دعاگوم برای شما دعا بید انشاءالله الله سبحانه و تعالی در شما مال و جان و اولاد برکت بیارید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و صلی اللهم علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه. درود شریف.